سلام، خوش اومدیم به فانی باکسانی. باورتون میشه گیومه بزرگترین هاشیرای 300 سال گذشته از بچهای کوچیک میترسه؟ ماجرای این ترس هم از اونجای شروع میشد که گیومه توی بچگیش به خاطر نابینا بودنش هیچ وقت نتونست با بچهای عادی دوست بشه و بیشتر اوقات تنها میموند و این قضیه هم براش مثل عقده شده بود. به خاطر همینم تصمیم گرفت وقتی که بزرگ شد بره به معبد بودا و 9 تا بچه یتیم رو به سرپرستی بگیره تا اینجوری اون حسرت دوران کودکیش هم از بین رفته باشه. اما یک روز که یکی از اون بچه‌ها با یه دیمن روبرو شد و حاضر شد برای نجات جون خودش بقیه بچه‌ها رو تحویل اون بده، همه چیز برای گیومه خراب شد. تو جریان این حادثه با وجود تمام تلاشایی که گیومه برای نجات همه انجام داد، اما اون فقط تونست یه دختر از مرگ نجات بده و همین اتفاق هم عاملی شد تا همه تو اون معبد اون رو مقصر مرگ بچه‌ها بدونن و این موضوع هم اینقدر روی گیومه تاثیر گذاشت که تا آخر عمرش به صورت یه ترس همیشگی از بچه‌ها باش موند. و در آخر اگر فکتای بیشتری هم از انیمه ها میخواین حتما تو کامنت ها برام اسم اون انیمه رو بنویسین.